سلام، من عبدالله اشرف مهمترین خبرهای رادیو آزادی را از روز جمعه 5 سپتامبر تقدیم میکنم. امروز در شهر دوشنبه یکی از بزرگترین مرکزهای سودا با نام پایتخت 90 مورد استفاده قرار گرفت. در افتتاح مرکز سودای پایتخت 90 که از 3 آشیانه عبارت است، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. این مرکز سودا با خرج 205 میلیون سومانی بودجه شهر دوشنبه بنیاد شده است. آن 33,000 متر مربع مساحت دارد و دارای نقطه‌های خدمت‌رسانی، 82 مغازه، طربخانه، آشخانه و قهوه‌خانه، تالار و مجلسگاه، اینچنین آزمایشگاه و ایستگاه واسطه‌های نقلیات است. تاجیکستان و روسیه امکان بازگشت برخی مهاجران اخراج شده تاجیک به روسیه را بررسی می‌کنند. دفتر مطبوعات خدمات مهاجرت تاجیکستان روز 5 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی این معلومات را تصدیق کرد. مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان تحقیقات را معرفی کرد که به اهمیت سازمان همکاری‌های شانگهای در رشد این کشور آسیای مرکزی بخشیده شده است. در رسم معرفی این پژوهش که با شرکت نمایندگان رسمی، کارشناسان تاجیکستان و سفیران کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای در این کشور برگزار شد، خدایبردی خالق نظرف رئیس مرکز تحقیقات نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت کشورش از عضویت به این سازمان موفق شد که در حل بحث‌های مرزی، برنامه‌های مهم اقتصادی و مسائل امنیتی پیش رود. بنا به اطلاع او در دایره همکاری‌های این سازمان تاجیکستان حجم گردش مال با چین را از 36 میلیون دلار سال 2000 به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار سال 2013 رسیده است. در شهر خوجند شمال تاجیکستان مقامات دومین بازار مردکاران را افتتاح کردند. بازار نوی رسمی مردکاری با کمک مالیوی حکومت شهر خوجند در محله 34 شهر خوجند بنیاد شده است. در این بازار صاحبکاران نیز یکچند خوابگاه بنیاد کردند که در آن مردکاران از دیگر نواحی آمده می توانند موقتا زندگی کنند. قبلا مردکاران در محله گلستان خوجند در روبروی فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی خوجند جمع می آمدند. اما با طلب استادان این دانشگاه مردکار بازار به کنار شهر به محله 34 کوچانده شد، چون که آنها بر روهای دانشجویان و ماشین‌ها دشواری ایجاد کرده بودند. حکومت شهر خوجند طی سال اخیر 1700 جای کاری نو تشکیل کرده است، اما مردکاران بنابر کم بودن معاش در جایهای تأسیس داده حکومت کار نمی کنند. اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.